سلام بچه ها، امیدوارم این ویدیو خوشتون بیاد. این اولین ویدیوی بلند مدتی است که من میذارم و همه ویدیوها شورت ویدیو است. میخوایم بریم در آلکاتراز پلی بدیم و بازیمون رو شما ببینید. ممنون میشم این ویدیو رو لایک و ساب کنید. بریم داخل بازی که نتمون خیلی ضعیفه. اینجا که مپ آلکاترازه، من همیشه میپرم ایزولیتد، چون واقعا همه پلیرها میپرن ایزولیتد. بعضی مثلا گان دستشون نمیاد فرار میکنن، ولی ما اونجا فرار میکنیم. تایش مثلا یه دونه چیزمون بره، پروازمون. اینجا هم که نتمون خیلی ضعیفه، پینگمون 143 142 واقعا ضعیفه. واسه کی پیجا بخرم مامانشو بکنه؟ یه بچه با یه بچه بی تربیت افتادیم بچه ها. ایزولیتد که میگم همجا سب کنم به وای فای رفتیم داخل جنگ. خب بریم ایزولیتد، زود حرکت کنیم که زود کن برداریم. گام پیدا نشد بچه ها، ولی اسم پیدا شد. یارم زدش. دومین اسنایپی که دارم پیدا میکنم. من واقعا اصلا قبلا بازی کردم سخت اسنایپ پیدا میشد، ولی الان راحت دوتا پیدا کردم. اینم اول بازی. اول نفرشون فکر کنم یار بودن با هم، ولی من باید یه دو از اسنایپان بزنم ضعیف، بعد یه شاتگان بردارم دوتاشم میذارم زمین که یه موقع مردم بیام زود اسنایپم اینجا وردارم. اوه میخواست فکر کنم بچه تیماب کنه، خیلی داشت میپرید. منی تو واقعا نداری تو. ببخشید داشت حواسم نبود، واقعا ببخشید. که همش اینجور کن نزنمش، به خاطر همون و اینا نمیزدمش. 3 شات بیوای نخورد، خورد ولی نزدش زمین. آرور بزنیم بریم داخل. اینجا هم که هیچ کس نیست. بگو نزنم. صدای اون انمیه که زدیم داره میاد. دارش پشت من بیا بریم. با یه نفر تیم اپ کردیم، میخوره بهش پسر خوبی باشه، ولی نامردی نکنه میخوره بهش پسر خوبی باشه. منو برد پیش یارش که منو بزنه. واقعا پسر خوبی نیست. بیاین بگو بیاین اینجا، بیاین شما دو منو بودن. یا منو بچه برد پیش یارش که یارش منو بزنه، خودش نتونست. واقعا ازش ناراحت شدم. بریم الان ببینیم میتونیم بزنیمشون، چون الان 32 نفر 4 تا پروازم زیاد که نمیشه گفت، ولی
خاطر کار قبلیت بزنم. این شما دو بود. هدشات. تو منو بردی پیش یارت منو بزنه، منم زدمت. بچه ببخشید یه ذره اگه صدام خوب نمیاد چون من صدام گرفته. خواستم با اسنایپ بزنم ولی نتونستم بزنمش. الان بک دادم. ببینم کجا سلام. بچه کاری پیدا کردم. تیر هیچی نداریم. ای وای یا این یکی یارش منو زد. با اسنایپ نباید دست میگرفتم چون تو اسنایپ تیرم نداشتم نباید دست میگرفتم. اگه اودن داشتم 100% میزدمشون. بریم دوباره همونجا بزنیمشون. نفهم تو کم مونده نزدیک های زون آخره. دراپ هم افتاره میفته. بریم پیش دراپ. البته اگه نزننمون دراپ چون همیشه دراپ شروع میشه. با یک کاور ریز بچه ها راحت زدن. کامون به درد نمیخوره الان. بچه واقعا دارم الان بد بازی میکنم که یارم زدتش. شاتگانشو بندازیم زمین اگه مردیم بیایم بزنیمش. بیایم شاتگان رو برداریم چون زون آخر بیشتر میرم پیش دراپ کنه باید تیم آپ میکنه و نمیشه بری گام بگیری. اونو انداختیم زمین اگه زون نگیرتش بمیریم میتونیم بریم اونو برداریم. خب الان بچه اونجا زون آخر شد. من لحظه ویدیو رو کات کردم. اونجا نتم رفته گفتم اذیت نشیم ویدیو رو کات کردم. دارم تو نقشه که من یه نفر میبینم. ببینیم اینجاست که نه اینجا نیست. بچه ها من بعضی موقع مثلا 2 تا ویدیو میگیرم شما میبینم تو کامنت ها میگی مثلا دیوایست خوبه اینجوری بازی میکنی. من واقعا من مثلا 2 سری ویدیو میگیرم دیوایسم خیلی بد میشه. شما فکر میکنید من بهترین دیوایس رو دارم ولی من مثلا یه دونه ویدیو میگیرم گوشیم داغ میکنه و دیوایسم خوب نمیشه. حالا اینمی باید بریم بزنیمش. یارمون زدمش. گان لجندی چیزی هم ندارم که بگیم به خاطر گان لجندت بازی خوبه. این حرف فکر کنم این دست رو این کنیم اگه بشه. ایوه نصف تیرم رو بد زدیم. واو
چرا این شاتو نخورد بهش؟ واه بچه الان دیوایس هم رو دیدین خودتون. اولش خوب و بعدش نزنمه. تو منو زدی که یارم زده. Circle collapse imminent. The airdrop is coming. Get call. Supply drop incoming. درابکان افتاد ببینی پرک یا بله بهترین پرک شاتگان. Airdrop has been delivered. الان پرکام همه لژندی یعنی خیلی ون شده. میخوام بچه دیوایسم الان چون که دارم ویدیو میگم خراب شد. تازه این اولین ویدیو میگم دیوایسم داره خراب میشه. این بچه وضع دیوایس منه. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و ساب یادتون نره. ممنونم که این ویدیو رو ساب و لایک میکنید. ممنونم. تا ویدیوی دیگه خداحافظ.